سوره لهب یعنی آتش. نام دیگری این سوره المسد است. نام آن از آیه 3 گرفته شده. مسد به معنی لیف خرما در آیه 5 آن آمده است. در مکه نازل شده و 5 آیت دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. تبت یدا ابی لهب و تب. دستهای ابو لهب کنایه از خودی است. هلاک باد و هلاک باد ابو لهب. ما اغنى عنه ماله و ما کسب. دارایی و آنچه به دست آورده بود به حالش سود نکرد. سیصلی نارا ذات لهب. به زودی به آتش شعله‌ور در افتد. و امرأته حمالة الحطب. و زنش نیز در آید همراه او که هیزم کش است، یعنی سخنچین است. فی جیدها حبل من مسد. و برگردن ریسمان از لیفی یعنی پوست خرما دارد، یعنی به خفه کردن عذاب کرده شود. ابو لهب کنیه عبدالزا امکی پیامبر صلی الله علیه و سلم است و زن او در آزردن رسول خدا صلی الله علیه و سلم سخت میکوشید.